رسوایی حسنای عنایت با میرویس نجرابی در کشور استرالیا. آهنگ جدید و پیشنهاد جالب حسنای عنایت برای میرویس نجرابی. میرویس نجرابی چگونه به کشور استرالیا رفت؟ آهنگ جدید و باور نکردنی میرویس نجرابی با حسنای عنایت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. حسنای عنایت، خواهر غزال عنایت، یکی از هنرمندان موفق و جوان کشور بوده است، ولی مانند خواهرش غزال عنایت شهرت آنچنانی در هنر موسیقی در میان مردم افغانستان نداشته است، ولی نظر به شوق و علاقه‌ای که داشته است گاه آهنگ‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش می‌سراید. حسنای عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا به هنر موسیقی پرداخت، ولی وی به کشور هندوستان در رشته BBA تحصیلات دوره لیسانسش را ادامه میداد. اکنون حسنای عنایت به دور از خانواده‌اش در کشور استرالیا زندگی می کند. وی پیشنهاد عجیب و باور نکردنی برای میرویس نجرابی، یکی از هنرمندان سابقه‌دار هنر موسیقی افغانستان داده است، ولی میرویس نجرابی این پیشنهاد هنری حسنای عنایت را نپذیرفته است. میرویس بعد از تحولات رژیمی در افغانستان به کشور پاکستان پناهنده شد و از کشور پاکستان با خانواده‌اش به کشور استرالیا رفته است. اکنون میرویس نجرابی در استرالیا زندگی می کند و در آنجا همکاری هنری خوب با تلویزیون جهانی نسرین تیوی دارد. میرویس نجرابی آهنگ جدید قرار است برای میهنش بسراید. ما هم در انتظار نشر آهنگ‌های جدید حسنای عنایت و میرویس نجرابی خواهیم بود. عزیزان و همراهان دلم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده شاد و موفق و کامگار باشید.